بابا اونجا همه چی فیلتر بود، دهنم سرویس شد به حضرت عباس. یه سیم کارت توریستی به من دادن که باش راحت برم تو اینترنت، اصلا هیچ چیزی باز نمیکرد. بعد فهمیدیم اصلا رو گوشی آیفون 14 ریجستر نمیشد. من نمیفهمم یعنی چی. میگفتن برنامه شاد و بله رو باید نصب بکنی تو با رفیقات چت بکنی. بابا اصلا همچین برنامه‌ای تو اپ استور وجود نداره. مردم اومده بودن دم هتل هی اسم زنمو صدا میکردن. اونا مگه به خاطر من نیومده بودن؟ به زنم چیکار داشتن؟ به مترجم میگفتن معنی کن ببینا چی میگن. میگم ولش کن شهر میشه کیریز. اصلا اینا به کنار، نمیتونستم زنمو با خودم بیارم. میگفتن شما تو با هم ازدواج نکردین نمیشه. میگفتم بابا ما 10 تا بچه داریم. میگفتن دیگه بدتر باید بری زندان. به زور داشتن منو عقد میکردن. مامانم بفهمید جرم میده. بابا پوستر یکی از طرفدارامو امضا کردم، رفته امضامو جعل کرده بهتر از خودم. همه چیو زده به نام خودش. میگه جورجینا رو بده شکایتمو بس بگیرم.